Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракат. Ҳамватанони азиз, рӯзи шумо ба хайр боша. Умедворам ки ҳама кас аз сиҳату сарбаланд ҳастед. ҳамватанони азиз, мавзӯи мо дар бораи заминҳои Тоҷикистон. номардҳо, чаро заминҳои ватанро шумо заминҳои кишварро фирӯхтед? чаро заминҳоро нимша ба Хитой, нимша ба қирғизҳо фурӯхтед? کسی که زمین فروخت، کسی که وطنش فروخت، زمین وطنش و مادرش فروخت. به ناموس‌ها، به شرف‌ها، دعیوس‌ها. مرگ به شما به این کارهایی که خیانتیتون. زمین پدرت نیست که زمین رو بفروشید. تاجیکستان خودش یک کشور کوهستان است. 93% کوه است. 7% زمین. ملت تاجیکستان خودش برای یک وجه زمین زار است. از شما به شرف ها زمین فروشی کرده بگردید زمین فروشی کرده. با قرغیز ها بفروشید زمین ها رو، با خیتایی ها بفروشید. زمین پدرتون نیست کو؟ پولای زمین ها رو میگیرید میارید در کشورهای خارج، در نام و نسب فرزند اویر کویرتون میگذارید تا اینکه فرزندای بیناموستون مثل خودتون با دوبای، با امریکا، با اروپا کیف و صفا معیشت کرده بگردند. او زمین پدرتون نیست. زمین فروشی رو بس بکنید، دست بکشید از کارهای خیانتی. مردم شریف تاجیکستان خودش بیرون از وطن به خانه و بیدر در عذاب و مشقت قرار دارد، در بدبختی زندگی میکنن. از شما بیناموسا باشید، به شرف ها باشید، زمینای وطن رو میفروشید. نمیموریم به امروزتون. بترسیم از خدا. ای حکومتداران نامحترم، ای به شرف ها، دست بکشید از این کارهای جنایتی، از این کارهای خیانتی. زمین فروشی را بس کنید. زمین پدرتون نیست. فکر نکنید که زمین ها را میفروشین، میرین در اروپا، در امریکا، در خیتای برای فرزندان خانه و در میسازین، جای مکان میکنیم. اگر ملت بخیزه ما فرار میکنیم میریم. نه، این کارات خطا است. انشاءالله حکومتی جدید بیاید، کدام کشور شما فرار کنید روید، کدام کشوری بگریزیم بریم، این ملت شما را میکشه میاره. و فکر نکنید که این حکومت شما حکومت یک بی‌قوت ضعیف حکومت است. این حکومت جدید بیاد و فرق ندارم چینه و امریکای کجای در باشه، میره موجای گوشت رو میگیرن میارن تو تاجیکستان. نوی راه داری، فرزند داری، خود داری. فکر نکنید که ما میبریم فرزندای ما معیشت بکنم. نه، فرزنداتون هستن، نویر کبیرتون همش در پیشی. این ملت جواب میتونن برای او زمین فروختگی، برای کار خیانتی کرده ایتون. زمین پدرتون نیستن. مردم خودش به خانه بیدر بیرون از وطن در عذاب و مشقه قرار داد، در عذاب و مشقه گشتیم. از شما بیناموسا، مرتدها زمین فروشی کرده گشتید. مرگ به شما نامردها، کرنمکها. موضوع ما همین به انجام میرسد. هموطنان عزیز شما را در پناه خدا میسپارم. تا برنامه دیگر، پروردگار همه ما شما نگهبان باش. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته.